گفتم من و شما میدونیم، بقیه که نمیدونن که. صبر کن. اگه با همین چند ثانیه خندیدی بدون هنوز شوخی شروع نشده. این دقیقاً همین جاست که طنز ابوطالب داره کار میکنه. با داد نه، با ادا نه، با یه مکس کوچولو که مغزتو قلقلک میده. ابوطالب حسینی از اون کمدیناست که اول ذهنت رو درگیر میکنه و تازه بهت اجازه میده بخندی. اگه این مدل خنده برات آشناست، این ویدیو دقیقاً برای توه. تو این ویدیو قرار شخصیت ابوطالب حسینی رو از زاویه روانشناسی و رفتارشناسی با هم باز کنیم. بریم که همراه من باشید. ببین اونجوری هم که تو میگی نبود. مثلا 2 تا می‌خریدیم 3 تا می‌بردیم. بعضی کمدینا داد میزنن تا بفهمی، بعضیا ادا در میارن تا دیده بشن، اما بعضیا فقط فکر میکنن و تو رو میخندونن. ابوطالب حسینی از اون دست است. گفتم که حالا اسمش چیه؟ گفت اونم فرقی نمیکنه، کیخسرو، کیقباد. گفتم کی ابوطالب؟ گفت 1 رو 20 دقیقه دیگه ابوطالب. اگه به تحلیل شخصیت و دیدن پشت رفتار آدم علاقه داری، خوشحال میشم همین الان با سابسکرایب از این فضا حمایت کنی. ابوطالب حسینی یکی از چهره‌های نوظهور طنز ایرانه که تو 28 آبان سال 1371 تو تهران به دنیا اومده. ابوطالب از بچگی با طنز ارتباط داشته. از تقلید رفتارا و شوخی‌ها با دیگران مشخصه که علاقش به کمدی از دوران نوجوانی شکل گرفته. کار حرفه‌ایش با طنز از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شروع شد، جایی که با پادکست و کلیپ‌های طنز دیده شد. بعدش به مسابقات استعدادیابی رفت. گفت 5 دقیقه وایسام پیاله رو تحویل بدم. رفت داخل، برگشت یه بره بریونی کامل گذاشته بود تو پیاله و تو خنداننده شوی 2 حضور پیدا کرد. ابوطالب حسینی فقط یه کمدین نیست، اون از اون آدماییه که قبل از خندوندن دیگران دنیا رو نگاه میکنه. ابوطالب استندآپ کمدین، مجری تلویزیونه و نویسنده طنزه. اما چیزی که اون رو متفاوت میکنه اینه که شوخیاش داد نمیزنن، اغراق نمیکنن، آرومن و دقیق. اون از همون ابتدا مسیر متفاوتی رو انتخاب کرد، طنزی که به جای صدا روی فکر آدما حساب میکنه. در طول سالها تو اجراهای استندآپ کمدی دیده شده و به عنوان مجری هم شناخته شده و کم کم به یکی از چهره‌های خاص طنز معاصر ایران تبدیل شد. نه با حاشیه، نه با جنجال، بلکه با سبک خاص خودش. و امروز قراره ببینیم پشت این خونسردی چه ذهنی داره کار میکنه. اما مهمتر از همه اینه که ذهن متفاوتی داره. حالا شوخی میکنیم، جسارت نباشه، ما تو کفش کمدین ها نمیکنیم. برای فهمیدن ابوطالب حسینی باید ذهنش رو بشناسیم، نه فقط شوخیاشو. اول میریم سراغ MBTI که ببینیم یعنی چی. یه مدل روانشناسیه که میگه آدما چطور انرژی میگیرن، چطور فکر میکنن و چطور تصمیم میگیرن. هر تیپ شخصیتی از 4 تا حرف ساخته شده. MBTI ابوطالب حسینی تیپ غالب احتمالیش INTPه، ولی یه لایه‌هایی از INFJ هم داره که بهتون توضیح میدم. INTP ها چه جور آدمایی هستن؟ بیشتر توی ذهنشون دارن زندگی میکنن. تحلیل براشون از احساس هم مهمتره. دنبال معنا، منطق و ساختارهای فکری هن. INTP ها با فکرشون زندن، نه با دیده شدن. آی که میشه درونگرایی، یعنی از تنهاییشون انرژی میگیرن. شلوغی زود خستشون میکنه. قبل از حرف زدن فکر میکنن. درونگرایی ابوطالب ضعفش نیست، سوخت طنزشه. آقا یه سوال، یه بیماری پیوند کبد انجام داده، شما بهش چی میگی؟ گفتم که چه سوالی اصلا، وقتی میگیم پیوندت مبارک دیگه. این هم که میشه شهودی دنبال چرا هستن، نه اینکه چی. با الگوها کار میکنن، معنی پشت رفتارا براشون مهمه. ابوطالب با اتفاقا شوخی نمیکنه، با معنی پشت اون اتفاقا شوخی میکنه.
تی هم که میشه منطقی، یعنی تصمیمهاش احساسی نیست، احساسات رو حس نمیکنه ها، ولی بهشون فرمونم نمیده. احساسات توی طنز ابوطالب هست ولی پشت فرمون منطق نشسته. پی هم که میشه منعطف، یعنی چارچوب خشک دوست نداره، اجازه میده چیزها خودشون رشد کنن. طنزش فراینده نه پروژه. طنز ابوطالب ساخته نمیشه، خودش شکل میگیره. ببین من بعد دانشگاه رفتم سربازی، بعدش رفتم سر کار. کجا رفتی سر کار؟ پیش دایی تو و همکار داییت غذای منو میخورد. واقعا یکی از دلایلی که من رفتم خندوانه بود که غذامو دوست نداشتم بخوره. یعنی هم بحث حجم غذا بود، هم واقعا آقا دوست ندارم غذامو بخوری تو. چیکار کنم؟ حالا INTP ها بیشتر سراغ چه شغل‌هایی میرن؟ نویسنده ها میتونن باشن، تحلیلگرا، فیلسوفا، کمدینای فکری، آدمایی که ذهنشون شلوغه ولی رفتاراشون آرومه. یه سری ویژگی‌های مشترک داریم، یه سری ویژگی‌های متفاوت. ویژگی‌های مشترکه گاهی عذاب‌خوری پیش میاره، متفاوت‌ها ولی معمولاً اینجوری نیست، یعنی کمتر از اون ویژگی‌های مشترک رو مخی تولید میکنه. INTP ها کمتر حرف میزنن ولی هر حرفشون وزن داره. حالا INFJ ها چجور آدمایی هن؟ INFJ ها عمیق و معناگرا هستن، انسان محورن، اخلاق مدارن. فرقشون با INTP این وسط چیه؟ INTP میپرسه این کار منطقیه، این حرف منطقیه. INFJ میپرسه درسته این کارو بکنم؟ انسانی هست که این کارو بکنم؟ این حرف رو بزنم؟ و INFJ ها دنیا رو با دل فکرشون میفهمن. و INFJ ها سراغ چه شغل‌هایی معمولاً میرن؟ روانشناسا، مشاورا، هنرمندهای معناگرا، مجریهای عمیق، آدمایی که هم فکر میکنن هم حس میکنن. INFJ ها درمانگرن حتی وقتی روی صحنه‌ن. ابوطالب حسینی جایی بین INTP و INFJ حرکت میکنه. مغزش INTPه ولی بعضی جا دلش INFJ هم میشه. اگه تا اینجا برات مفید بود لایک کردن ویدیو کمک میکنه این تحلیل‌ها به آدمای بیشتری برسه. حالا بریم سراغ تحلیل رفتارشناسی دیسک. تیپ رفتاری غالبش CI هستش. C با احتمال بالا، آی هم که کنترل شده است. سی ها تحلیلگر و دقیق و کنترل شده هستند. قبل حرف زدن فکر میکنن، هیجان رو مدیریت میکنن. جوک ها تصادفی نیستن و ابوطالب قبل از گفتن هر جمله چند بار تو ذهنش با خودش این حرفا رو زده و با خودش گفته. آی هم که متوسطه، ارتباط بلده ولی کلاً اهل شعاف نیست، دنبال تایید فوری هم نیست. ابوطالب از مخاطب خنده گدایی نمیکنه، به خودش اعتماد داره، به مخاطبم احترام میذاره. حالا چرا تو رفتارشناسی دیسک چرا دی و اس نیستش؟ دی ها میخوان فضا رو بگیرن، صداشون بالاست و کنترل میکنن. ابوطالب اصلا اهل زور زدن نیست، میخواد غالب باشه، نمیخواد بحثو ببره. چرا حالا اس نیستش؟ اس ها گرم و عاطفی ان و یه جورایی دارن با مخاطب احساساتی برخورد میکنن و دل به دل مخاطب میدن. ابوطالب مهربونه ولی احساساتش رو نمیریزه وسط. شوخیاش نوازش نیستش، بیشتر تو رو میندازه تو فکر و باعث میشه فکر کنی. پس چیه؟ بیشتر سیه، یعنی فکر میکنه، تحلیل میکنه، بعد شوخی میکنه. ابوطالب فضا رو نمیگیره، فضا رو میفهمه، نه میجنگه نه دلجویی میکنه، ذهن آدم رو درگیر خودش میکنه. گفتم ولی به دردت میخورم. گفت وایسا جسارتت خوش آمد، برگرد. گفت اینو واسم حذفش کن. گفتم عکسشو بده. عکسشو داد، دیدم امیره. گفتم اینو من نمیتونم حذف کنم، این رفیقمه. تأثیر این شخصیت روی کمدین بودنش چیه؟ اگه تا اینجا با خودت گفتی چرا بعضی عاشق ابوطالب حسینیان و چرا بعضی اصلا باهاش ارتباط نمیگیرن، جوابش اینجاست. هر کمدینی مخاطب روانشناختی خاص خودش رو داره. طنز ابوطالب برای بعضی آدما کارایی میکنه که تفکر انتزاعی داشته باشن، حوصله مکس داشته باشن،
دنبال معنا باشن، با سکوت مشکل نداشته باشن. اگه با سکوت معذب میشی، طنز ابوطالب برات سخت میشه. و چرا بعضیا به شوخیا نمیخندن؟ مغز بعضی آدما برای خنده دنبال تحریک سریع و هیجانه، اما مغز بعضیا دنبال فهمیدنه. طنز ابوطالب فوری بهت خنده نمیده، فوری بهت پاداش نمیده، ذهنت رو درگیر میکنه، خنده دیرهنگام میسازه. بعد بحث فیلم شد. با همون تو فیلمی بوده که چند بار ببینی؟ گفتم آره، با بزرگم اینا مکه می اومدن فیلم گرفتیم، من بارها دیدم. با اصلا فامیل جدید بیا دوباره میذاریم میبینیم. و حالا میخوایم ربطش بدیم به دوپامین که طنز جیغدار دوپامین سریع میده، طنز فکری دوپامین عمیق بهت میده. ابوطالب حسینی کمدین دوپامین عمیقه، نه دوپامین فوری. بعضی کمدینا بهت شوک میدن، بعضیا شوخی میکنن. ابوطالب فکرت رو کار میندازه، مغزت رو میبره یه جاهای دیگه. حالا چرا این سبک موندگاره؟ هرچی سن مخاطب بالاتر میره، سن ذهنیش بالاتر میره، طنز ابوطالب براش شیرین تر میشه. و سلام بر پاییز، سلام بر بیابی در پاییز، بیبرقی در پاییز، قحطی در پاییز و ترافیک در پاییز، بارونگی دما در پاییز. حس میکنم که تابستون گل زندگیمون بوده اینجوری که مشخصه. این طنز با مغز بالغ کار میکنه، نه با هیجان خام و کسی که سنش پایین تره. اگه از طنزی خوشت میاد که اول مغزتو قلقلک بده، بعد لبت بخنده، تو مخاطب پروپاگورس ابوطالب حسینی هستی. تحلیل شخصیت کمدینا فقط درباره اونا نیست، درباره خود ماست که ما خودمون رو بیشتر باعث میشه بشناسیم و بفهمیم و اینکه بدونیم که چی ما رو میخندونه و چرا. طنز آینه شخصیت ماست که باعث میشه ما خودمون رو بیشتر بشناسیم و خودمون رو از زاویه دیگه‌ای ببینیم. نقاط منفی که ابوطالب حسینی میتونه داشته باشه اینه که فاصله احساسی میگیره و تو دید بعضی از مخاطبا این برداشت شده که آدم سردیه و سرد برداشت شده و یه مقدارم ریسک گریزه. و نقاط مثبتی که میتونه داشته باشه اینه که اصالت داره و نسبت به خودش شناخت داره و خودآگاهی داره و ثبات شخصیتی و ثبات فکریش خیلی بالاست و طنزش هم ماندگاره. طرف رفت دای ماستو میریخت تو دریا، گفتن چیکار داری میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. پسر خوشگل نمیشه که اگه بشه چی میشه؟ ما هم واقعا دوست داریم حالتون خوب باشه. تو دنیایی که همه بلدن حرف بزنن، ابوطالب حسینی آروم حرف میزنه و دقیق حرف میزنه. اگه دوست داری بدونی کدوم کمدینا طنزشون با ذهن تو سازگاره، این کانال من رو از دست نده. یه جوون بیکار با یه پدر بازنشسته توی خونه تنهاشن، نفر سوم کیه؟ شیطان. حالا یه موردی که وجود داره اینه که INTP و INFJ ها به تنهایی نیاز دارن. تنهاییشون از سر خلاقیت میاد، نه از سر افسردگی و ناراحتی. برای بعضی آدما تنهایی زندونه، برای بعضی هم کارگاه ساختن شخصیت و فکرشونه. به احتمال زیاد بهترین شوخیای ابوطالب توی تنهاییش ساخته شده. تحلیل زندگی شخصی آدما در واقع تحلیل سبک زندگی خود ماست که باعث میشه خودمون رو بشناسیم و اون نقاط منفی که اون شخص داره رو تو خودمون نداشته باشیم و اون نقاط مثبتش رو تو شخصیت خودمون و رفتار خودمون بگنجونیم. ابوطالب حسینی نه فقط تو طنزش که تو زندگیش هم آروم، عمیقه و انتخابگره و شاید همین سخت‌ترین نوع طنزه. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه هم بودین و وقت گذاشتین. خیلی برام ارزشمنده. اگه دوست دارین این مسیر تحلیل شخصیت ادامه دار باشه، حمایتتون یا سابسکرایبتون بزرگترین انگیزه منه. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.